خیلی خاصی مدرسه است، به خاطر اینکه بعد از داشتن 2 سال این فضا و این دفتر رو داریم بارو جمع می‌کنیم، ترک می‌کنیم تا بریم کجا؟ بریم یه فضای خیلی بزرگتر و قراره تو این ویدیو از تجربه 3 سال دفتر داشتن به عنوان یه دختر افغانستانی تو تهران توی لوکیشن‌های مختلف باهاتون صحبت کنیم. این که لوکیشن‌های مختلف واسمون چه شکلی بوده، شرایط دفتر داشتن توی تهران چه شکلیه، اصلا کی دفتر بگیریم یا نه و چه اشتباهاتی ما خودمون به عنوان دختر افغانستانی موقع دفتر گرفتن داشتیم. پس کلی گپ و گفت باحال توی این ویدیو داریم، حتما همراهمون باشین. الان اومدیم بهتون بگیم که چرا تصمیم گرفتیم همچین ویدیویی اصلا ضبط بکنیم. اولین دلیلش به خاطر اینه که ما دفتری که تا الان گرفتیم، 3 تا دفتری که تجربه کردیم شرایطشون کاملا با هم دیگه فرق داشته. یعنی ما دفتری رو تجربه کردیم که حالت اداری مسکونی داشته، دفتری تجربه کردیم که حالت اشتراکی داشته و مثلا کل دفتر واسه خودمون نبود و یه قسمتی ما داشتیم کار می‌کردیم و همینطور دفتری رو تجربه کردیم که الان دیگه خیلی بزرگتره، محیط اداری کاملا رسمیه و کلش هم مال خودمونه. پس تجربهمون کاملا تو این قسمت متفاوته. و اینکه ما توی موقعیت‌های مختلفی تو تهران هم دفتر گرفتیم. یعنی سمت شرق گرفتیم، سمت مرکز تهران گرفتیم، از اون طرف سمت غرب هم گرفتیم. قطعاً این تجربه‌ها که ما اومدیم توی موقعیت‌های مختلف تو تهران گرفتیم و توی فضاهای مختلف، چه اداری، چه مسکونی، چه اشتراکی و چه اینکه مثلا یه شریکی داشته باشیم دفتر رو بگیریم و حتی تنهایی بگیریم، میتونه به خیلیاتون کمک بکنه که دفتر بگیرین یا نگیرین و چجوری. اولا همه جا دور زدیم دیگه. مثلا من اینجا به دوربین بگم، ما یه سری تغذیه می‌خریم واسه کلاسایی که داریم برگزار می‌کنیم. بعد خیلی جالبه که این کیک‌ها رو مدیریت آموزشی نمیذاره ما بخوریم. امروز ما رو آورده اینجا، از ما کار داره میکشه، بخاطر این بهمون کیک میده که ما خوب کار کنیم. خجالت بکشید. بچه‌ها یه چیز خیلی جالب، هر کدوم از این بچه‌ها تو فضای مختلف به ما اضافه شدن. مثلا ریحانه اولین فردان مدرسه‌مونه، من توی اولین دفتر اضافه شدم. اول اضافه شدم. بعد فاطمه شما بگو تو کدوم دفتر اضافه شدی؟ نه خیرم، دفتر دوم، یعنی اینجا به طور رسمی اینجا اجازه بده، به طور رسمی اینجا اضافه شده چون بچه بود اون موقع، در رفت آمد بود، خیلی کوچولو بود. حالا الان هم کوچولویی ولی بعدی مهدی است. مهدی توی دفتر سوم بهمون اضافه شد، دفتری که الان داریم داخلش کار می‌کنیم، اما اینجا خاطره دارد چون روزهای سخت خود رو اینجا گذرونده. روزهای کارآموزیش اینجا بوده. 3 ماه کارآموزی اینجا بوده. هممون اینجا بودیم. بچه‌ها تو فضای مختلفی به ما اضافه شدن. من خودم اولین دفتری که می‌خواستم بگیرم برای خودم اینجوری بود که اصلاً دفتر بگیرم یا نگیرم. این خیلی مهمه که تو دلیل‌هات مشخص باشه برای گرفتن دفتر. خب قبلش داشتیم جورکاری کار می‌کردیم خیلی راحت، از سال 2017 داشتیم کار می‌کردیم، 3 سال خوب بود شرایط. ولی برای من اینجوری بود که خب برای اینکه کار بکنم باید میرفتم کافه، تو فضای مختلف نشستم کار انجام میدادم و یه ذره به من نمیخورد، نمیتونستم راحت کار بکنم. شاید بقیه بتونن اینجوری کار بکنن ولی برای من اینجوری نبود. میگفتم باید یک محیط رسمی داشته باشم و داخل اون محیط رسمی کار بکنم. به خاطر همین بود که دلیل خیلی مهمم این بود برای گرفتن دفتر. دلیل دومم که باعث شد که دفتر بگیرم برای خودم اینجوری که من باید قفلشو باز بکنم. من باید یه دفتر داشته باشم بعد از این همه مدت و برای خودم ست کردم، تصمیم خودم رو گرفتم که اولین دفتر کاری خودم بگیرم. ولی فارغ از دلیل هایی که هر فرد برای خودش داره که دفتر بگیره یا نگیره، چیزی که خیلی مهمتر اینه که اصلا چه موقعی من دفتر رو بگیرم. یه نکته خیلی جالبی که واسه خودمون خیلی به نفعمون بود این بودش که شاید خیلیاتون فکر بکنید که مثلا ما همون اول که کسب کارمون رو میندازیم حتما باید بریم دفتر رو بگیریم، رسمیش بکنیم، همه چی خیلی ترتمیز و خوب باشه. اما ما تجربهمون کاملا برعکس. حالا اون تایم من نبودم ولی تو تیم نیومده بودم، اما خانم ناصرینا از
قبل به صورت آنلاین داشتن کار می‌کردن، یعنی 3 سال توی فضای آنلاین کار انجام شده، شکل گرفته، آدمو شروع کردن به شناختنتون و همینطور دقیقاً جریان درآمدی هم وجود داشته و بعد از اینکه همه این اتفاق افتاد با اون سرمایه که دقیقاً از خود اون کار به دست اومد دیگه دفتر اول با 25 متراژ گرفته شد و بهترین تصمیم همین بود که از همون اول ریسک نکردیم بریم یه فضای بگیریم که ممکنه بعداً به ضررمون باشه. آقا مثلا ممکنه ضرر بخاطر همینم هست خیلی از کسب و کارا نمیمونن چون از همون درجه اول میرن سریع سراغ هزینه کردن خیلی زیاد. خب ما این کارو نکردیم. در حالی که تو باید یه مرحله‌ای رو بذاری برای اینکه اصلا مخاطب تو رو بشناسه، یه شناختی اتفاق بیفته، دقیقاً جریان درآمدی پیش بیاد. نمیشه از همون اول بیا این کار رو انجام بدی. برای ما خودمون به شخصه اینجوری بوده. گفتیم یه مرحله شناخت، اصلا ببینیم کسب و کار میگیره نمیگیره، بعد که اون هزینه اتفاق افتاد تصمیم گرفتیم که حالا بیایم یه دفتر بگیریم. من اثباتش هم دارم اینجا. نگاه کنید زده بایگانی دندان 1400. خب یعنی الان 1404 از اون موقع این تایمی که آنلاین داشتیم کار می‌کردیم، یعنی مثلا فضای دفتری نداشتیم. خیلی جالبه. این اثباتش جالب بود اینجا بود. دیگه گفتم نشونتون بدم بگم که ما از همون اول نگاه کنید پرونده داشتیم ولی دفتر نداشتیم که کار بکنیم. بعد شروع کردیم به دفتر کار. حالا قبل از اینکه فضای 25 متر رو بگیریم ما داشتیم یه واحد کاملا مستقل رو می‌گرفتیم سمت میرداماد. حتی قولنامه‌ش هم کردیم ریحانه. بعد دیدیم که نه واقعا کار اشتباهیه که تو بخوای یه فضای مستقل رو بگیری با اون هزینه‌های سنگین. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که اولین فضا رو بیام یه دفتر خیلی کوچیک و اشتراکی بگیریم که هزینه‌هامون به صرفه در بیاد. یکی از عجایبی که ما توی این دفتر تجربهش کردیم الان دارم تمام 2 نفری هستش که الان میخوام بهتون معرفی کنم. فاطمه زیاد داریم. فاطمه جعفری توی این دفتر بهمون اضافه شد. یه چند روز بیشتر اینجا فکر کنم نبودی، درسته؟ یه هفته. آره یه هفته اینجا کار کردیم بعد دیگه انتقال پیدا کردیم به اون یکی دفتر. بعد خانم وفایی رو داریم، مسمه وفایی که توی دفتر سوم بهمون اضافه شد اما مثل که اینجا مصاحبهشو اومد تا جایی که یادمه. من اومدم دفتر اومد. عجایب اینه که من واقعا نمیدونم 2 تا کاراکتر چه شکلی با هم دیگه دوستان. یک نفر رو داریم که اینجا خیلی ریلکسه، انقدر ریلکس کاراشو انجام میده، اینجوری مثلا برمی‌داره اینجا. بعد وفایی رو داریم که جلگ کار میکنه، خود تند و جنگی و اینا. بعد همش دارن با هم دیگه دعوا میکنن. میگه زود باش کارا رو انجام بده، جعفری چشاتو در میارم زود بهشون بده. بعد مثلا جعفری انجام نمیده. کاملا با هم دیگه 2 تا شخصیت انجام میدم با آرامش زیاد. تو چه شکلی انجام میدی؟ گفتم بعد که منو هرس میده. سر الان این تو اینجا نمیشه. جعفری میریزه. یه سه درست حسابی من بده. این چه در جریان اینجا؟ ببین الان فقط اینجا هجی جا مونده. میرسیم به اولین تجربهمون توی دفتر اولین دفتر که اینقدر بود تقریبا دیگه. یه فضای تقریبا همچین ابعادی داشت. بفرمایید 25 متری بیاین داخل. یه سری اشتباهاتی ما اونجا کردیم. اولین اشتباهمون رو میخوام بهتون نشون بدم با رسمش. کردیم نگاه کنید این اشتباه به این بزرگی. به این بزرگی که کلی هزینه کردیم با فلز دادیم ساختنش. حالا تونستیم ما اینو برداریم بیاریم، یعنی از دفتر اول آوردیم تو دفتر دوم نصبش کردیم که وسایل تولید محتوا روش قرار بدیم. ولی ما یه سری از وسایل دیگر رو خریدیم، هزینه کردیم که نتونستیم با خودمون بیاریم دفتر دوم. پنجره 2 جداره واسه چی باید تو دفتر اولت پنجره 2 جداره؟ ما همه اون پنجره ها رو کندیم، پنجره 2 جداره خریدیم، چسبوندیم اونجا باهاش خدافظی. 2 تا پنجره بود دیگه، 2 تا پنجره رو پنجره 2 جداره کرد. اینم خیلی سنگین بود، واقعا آوردن جزء مکافات بود. الان داریم این دفتر تصمیم داریم اینو بذاریم همینجا بمونه. کلا دیگه کاری نداریم باش. و یه اشتباه دیگه هم کردیم، ما درم عوض کردیم. یه در گرفتیم، یه در بزرگ خوشگل گرفتیم، در اون در عوض کردیم در اتاق اشتراکیمونو و اون درم نتونستیم بیاریم با خودمون. ولی کلا بزرگترین اشتباهمون اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم این بودش که خیلی هزینه کردیم سر دفتر اول. مثلا اون دفتر رو دادیم دیزاین کرد، معمار آوردیم و خب هزینه طراحی دادیم با اون فضای 20 متری. چون کلا همینقدر با رنگ و اینا میشد درش آورد، یه میز داخلش لازم بود که باشه. پارکت کردیم کفشو، خیلی هزینه کردیم نسبت بهش. ولی خب دیگه اشتباهات بود دیگه، درس گرفتیم و توی این دفتر دیگه مثلا حتی رنگا رو خودمون زدیم روی دیوار. در کل می‌خواستیم همین رو بهتون بگیم که مثلا یکی از بزرگترین اشتباهات ما همین بود و بهتون پیشنهاد می‌کنیم اگر می‌خواید دفتر اول خودتون رو بگیرید لطفاً جبگیر نشید. آفرین، ما جبگیر شدیم برای دفتر اول. جبگیری گرفتیم. واقعا خیلی جبگیر شدیم، هزینه خیلی الکی کردیم، خیلی چه می‌دونم لامپ گرفتیم، فلان لامپای عجیب و غریب تو دفتر فضای 25 متری گذاشتیم.
ولی خب شما نکنین، یعنی سعی کنید تو اولین دفترتون هزینه خیلی سنگین نداشته باشین. بهینه. خودتون بیشتر انجام بدین رنگکاری و کاری که میخواین انجام بدین. یه سری وسایل اضافی رو نگیرین که قرار نیست از اونجا ببرین، چون به هر حال شما مستاجرین. فقط مثلا به درد اون فضا شاید بخوره و دیگه جای دیگه به دردتون نمیخوره. این از این مسئله. با این بریم ببینیم چیکار کنیم. کی چیز داره؟ چی اسمش؟ فندک هم داشته باشیم اون اصلا آتیش نمیگیره. من دست خودشه. ولش کن بابا یعنی ببین جعفری هر کاری داری می‌کنی تولد وفایی هفته پیش بوده. بعد دوست صمیمیش الکی مثلا اصلا اشاره مستقیم نه کادویی گرفته نه تولدی گرفته، با این داره سرش رو هم میاره. نه وفایی همیشه میگه که من کادوی معنوی خیلی دوست دارم. منم واقعا قلبمو بهش هدیه دادم. الانم که دارم تولد میگیرم. برف شادیم کو؟ برف شادی رو کجا بردید بچه‌ها؟ برف شادی. بودش کن. یک موجود خیلی عجیب و دهن بزرگ داره منو گاز میگیره. چرا اینو خریدی؟ نمیدونم، چون شاید دهنش بزرگ بود و خیلی بامزه بود که از دست داره. یاد اولین حالا دفتری که گرفتین یه فضای اشتراکی بود اگه خاطرت باشه با اینا، و میخوام راجع به اولین تجربهمون تو فضای اشتراکی بگیم. شاید برای خیلی باحال باشه، دوست داشته باشن برای مدیریت هزینه هاشون بخوان یه فضای اشتراکی بگیرن که خیلی براشون به صرفه باشه. و خب چون ما تو این پروسه بودیم میخوام راجع به اون حرف بزنیم. آره، یه سری معایب داشت. دقیقاً فضای اولی که ما گرفتیم فضای اشتراکی بود. خیلی ممکنه بهش فکر بکنم و خوبیای خاص خودشو داشت. من خودم به شخصه چون اولین جایی که وارد شدم اونجا بود، کل از پر از تجربه بانمک واسم، ولی خب معایبش هم داشت. اون این بودش که من خدا رو شکر همیشه پشت در بودم، چون یه ذره تایم رفت آمد محدود بود و تو باید توی همون تایمی که اونا میگفتن میومدی و میرفتی، و یه سری موقع ممکن بودش که صبح در دیرتر باز بشه و اینا. منم چون آدم خیلی سحرخیزیم زود میومدم و همیشه پشت در میموندم و منتظر میشستم که اون فضا رو واسه ما باز یا از لحاظی که تا دیر وقت بخوای کار بکنی، خب ما خیلی وقتا به خاطر سمینار و کارگاهی که داریم با تا دیر وقت میمونیم وسایل رو آماده می‌کردیم. اونجا اینجوری بود که نمیتونستی بیشتر از 10 شب بخوای بمونی، حالا بخوای کارات انجام بدی. سخت بود برامون. بعد نکته بعدیش این بودش که بچه کار ما یه جوری بودش که کلا خودتون میدونید شلوغ‌کاری و اینا خیلی زیاد داره. یعنی ما بریز و پاشون خدا رو شکر خیلی زیاده و توی هر فضایی هم نمیشد دیگه. مثلا ما اونجا اگه می‌خواستیم این بریز و پاشا رو انجام بدیم، اون آدمایی که اونجا بودن با همون شاید خیلی کنار نمی‌اومدن و اصلا فضاشو نداشتیم که بخوایم این کارو بکنیم. آدمای متفاوتی اونجا، اخلاقاشون متفاوته، رفتاراشون متفاوته و یه ذره ما که خیلی تیم شلوغی بودیم ما نمی‌پسندیدم واقعا. آره. بعد خب آشپزی نمیتونستی بکنی، خیلی کار نمیتونستی انجام بدی، حالا غذا درست بکنی اینا، تو شستشو یه ذره اذیت می‌شد. فضاهامون تفکیک شده نبود. یعنی مورد دومی که توی فضای اشتراکی ممکنه شما هم تجربهش بکنید اینه که فضاهای تفکیک شده آنچنان ندارید. مثلا ما چون یک اتاق فقط تک اتاق داشتیم که داخلش همه کارامون رو باید انجام میدیم، مثلا جای واسه گرم کردن غذا نداشتیم، مثلا جای واسه شستشوی یا اون ظرفا نداشتیم. کلا یه سری محدودیت مثلا از لحاظ آشپزخونه اینا داشتیم که خب خیلی خوشایند نبود و ما رو اذیت می‌کرد. اما با همه این اوصاف اون فضایی که داشتیم فضای دنج و بانمکی بود. میتونه به نفعتون باشه اگه آدمی نیستید که بریز و بپاشتون خیلی زیاد نیست و نیاز فضاهای فضای زیاد ندارید، مثلا میتونه فضای اشتراکی هم گزینه خیلی خوبی باشه که یا بحث اجازه گرفتن. یعنی تو می‌خواستی از فضای مختلف استفاده بکنی، اینجوری که اجازه بگی که من میتونم از این فضای از این قسمت فلان اینا، خب آدم اذیت میشد اینا. ولی در کل برای شروع میتونه خوب باشه. تو علاوه هزینه و خیلی چیزای دیگه به صرفه است. اون شبکه سازی که میتونید رقم شبکه سازی خوبی هم انجام دادیم. اونجا آدمای خیلی جدیدی آدمای زیادی رفت آمد کردن و خب خیلی برای خودمونم خوب بود، برای شبکه سازی، برای برندینگ من دوستش داشتم. یعنی برگردم به عقب واقعا از فضای اشتراکی شروع میکنم حتما. دقیقاً منم همینطور. دل کار کردن بچهای دفترمون زمین تا آسمون با هم دیگه فرق داره. نه به اون بچه‌ها که بنده خدا اونور اینجوری شاد دارن کار کنن، به این بچه‌ها رو نگاه کن. تاریک کردن هوا رو. بعد سخته، خیلی سخته کارمون. از چی کار می‌کنی؟ واقعا سخت. اسکن. که من در میکنه. کی آهنگ گذاشته؟ نگاه کن آهنگو بیار. آهنگو ببین چی گذاشته. آهنگ سیاوش قمیشی گذاشته. خب
این بچه‌ها من حس کنم افسردگی دارن، نسل زد هستن این بچه‌ها که اینجا می‌بینید. بچه‌های کوچولومون. نگاهشون کن. چقدر چشمشون سفیده واقعا. ناهار خریدیم واسه بچه‌ها، فکر کنم سر ظهر دیگه تقریبا 2:30. آره ساعت 2:30 بریم که از صبح تا حالا کلی کار کردیم، خسته شدیم، بریم ناهار بخوریم. توی همین حین اومدیم در رابطه با یه تجربه خیلی جالب دیگه‌ای که داشتیم صحبت بکنیم، اونم داشتن یک شریک توی دفتر هستش. بچه‌ها با فضای اشتراکی کاملا متفاوته. مثلا فضای اشتراکی شما هیچیش دست خودتون نیست عملاً، ولی وقتی که شریک دارید دفتر ماسه خودتونه، اختیارش دست خودتونه، ولی خب با یک نفر شریک هستید و تقسیم می‌کنید همه چی با هم دیگه. دیگه اون موقع یه ذره شاید راحت تره، چون لحاظ تایم هم هر موقع بخوای میتونی بیای بری، دیگه اونجوری نیست که لحاظ تایم هم بخوای اذیت بشی، فضای بیشتری رو داری، آزادی عمل و اختیار خیلی بیشتری داری. دفتر خودت دیگه، فقط مثلا انگار یه تیم دیگه هم دارن کنارتون کار میکنن. حالا این نکته که واسه ما داشت، اول اینکه تجربه خیلی جذابی بود واسمون داشتن شریک توی دفتر، اما به صورت کلی یک نتیجه گیری که ازش کردیم این بودش که سعی بکنیم اول شریکی رو انتخاب بکنیم که حوزه کارش با ما یکسان نباشه، اما با همون همفاز باشه، که این کاملا متفاوته. مثلا مثالش این میشه که ما خیلی شلوغ بودیم، خیلی ما یه تیم خیلی بودن. شلوغ بودیم، بعد اون تیم کم جمعیت تر بودن و مثلا نیاز به آرامش داشتن موقع کار کردن. خب و این دوتا ما هر چقدر که آدمایی باشیم که با هم دیگه بسازیم، اما کارمون ایجاب میکنه که یه جاهایی این شکلی باشیم که یه ذره مثلا باید کوتاه بیایم دیگه به خاطر کاری که واقعا میخوایم انجام بدیم. پس به این نتیجه رسیدیم که قبل شرکت حتما به این مسئله دقت بکنیم که آدمای دقیقاً تیمامون تقریبا یکسان باشه، مدلشون از لحاظ تعدادی و از لحاظ مثلا نوع فعالیت کردنش. حالا بازم ما تونستیم با اینکه خیلی با هم متفاوت بودیم و اینا، اون آدمای آرومی بودن، ما خیلی شلوغ بودیم، کنار اومدیم با هم دیگه. ولی بهترین حالتش اینه که کمتر اذیت بشین، اینه که واقعا اخلاقاتون به هم، اگه شما شلوغین اونم شلوغ باشه، اگه شما آرومین اونم آروم باشه، تعدادتون کم و زیاد نباشه، چون مثلا 2-3 نفر بودن، ما ماشاءالله 8 نفر در 12 نفر بودیم. خب این یه ذره اذیت می‌کرد، تو نظافت و تو تقسیم وظایف دچار چالش می‌شدیم، اما تجربه خیلی بهتری بود از فضای اشتراکی. یعنی عملا ما مرحله خوبی رو طی کردیم. من الان که نگاه میکنم وضعیت پیشرفت کردنمون به جا بوده. از این بابت که اول از فضای اشتراکی شروع کردیم، بعد رفتیم سراغ شریک داشتن توی دفتر و الان داریم کاملا مستقل فعالیت میکنیم. و دقیقاً روند درست بوده. یعنی اگر که شما تو نقطه‌ای هستید که میخواید فعالیتتون رو شروع بکنید، میتونه این روند واسه شما هم مناسب باشه، چون منطقا به نظرم همین شکلی میگه. پله پله دیگه. یهو بخوای توی کاری راه بندازی یا بخوای از همون اول مستقل باشی خیلی سخته. ما الان رسیدیم دفتر. بریم غذا رو بخوریم، انرژی بگیریم، بعد دوباره هستیم. بفرمایید غذا. این فضای راهروی دفترمون درش هم همیشه خیلی محکم بسته میشه. بفرمایید. این ورودی یک دفتر. او مای گاد. ترکیده من دفتر. واقعا گشنم، به خاطر همین میخورم به در دیوار. خب از ویژگی‌های خیلی مهم مهدی اینه که همه جا جا میشه، روی میز، زیر میز، توی کیف، توی جیب، همه جا نگه کوچولو روی میز هم میتونه باشه، انقدر که سبکه. ولی خب این مهمترین ویژگیش نیست، چون مهمترین ویژگیش اینه که میتونه اراتی صحبت کنه. مثلا بهمون بگو غذا امروز خیلی خوشمزه بوده. خب حالا اگه امروز که ما اینا رو خوردیم بسیار مزه‌دار بود، خاطره که خیلی سخته تو جمع بگو صحبت که کنی. به هراتی بگو من درخواست میکنم که جعفری زودتر کادوشو به وفایی بده. خب خواهش میکنم من از جعفری درخواست دارم که حالا اگه همین زودتر کادوم دختر بده که حالا تیر داد مالا به چشای آره بخیر تیر پرپر کردم مسئولی
ما ناهارمون رو خوردیم، سیر شدیم، خستگیامون یه ذره در کردیم، اومدیم توی این حیات خیلی قشنگی که دارید میبینید نشستیم، یه ذره تجدید خاطرات کردیم از اون روزایی که اینجا هممون بودیم و چقدر این حیات جذابه. کسای کارامون رو میاد اینجا انجام میدادیم دور همدیگه دور میز و خیلی باحال بود. درخت توت هم که بالا سرمون و درخت انجیر. ولی خب همین حیات دنجی که الان دارید میبینید و دلیل دوست داشتن خیلی از بچه‌ها میشه که این دفتر رو انقدر دوست دارن، یاد یه سری چیزا انداخت ما رو. اونم این بودش که توی گرفتن یه دفتر چه عواملی میتونه واسه ما مهم باشه و نقش داشته باشه، که خب ما یه سری اولویت‌ها داشتیم قطعا واسه گرفتن دفتر، اما زمانی که اومدیم اینجا رو دیدیم محو اون خوشگلی و بزرگ بودن و دل شدن و این حیات قشنگ شدیم و فراموش کردیم که کارمون کلا با اینترنت، کار ما کلا با تماس گرفتنه و دقیقاً اینا رو نداشت اینجا. یعنی اینترنت نداشت، بعد آنتن نداشت، کارشناسای فروشمون یا توی حیات بودن یا مثلا یه سری گوشه ها تو اتاقا پیدا می‌شد. من خودم که کلا تو حیات بودم، گرما سرما فرقی نداشت، این خیلی بود. حتی اون اصلا آنتن نمیداد، کسی که با همون کار داشت مدام اذیت میشد که چرا تلفن شما نمیگیره، چرا نمیتونیم شما رو پیدا بکنیم. به غیر از اون این حیات خوشگل با حالا توتی که داشت انقدر مورچه زیاد داشت که خدا میدونه ماشین سمپاشی بکنیم و اینا یه مقدار خب اذیت کننده شد. در کنارش به سال ساخت اصلا دقت نکردیم که این ساختمون خیلی قدیمیه و حالا درسته خودمون یه ذره درست کردیم، رنگکاری کردیم و یه سری کارا رو انجام دادیم، ولی خب حشراتی که داشت و سوسک و اینا باز اذیت ما می‌کرد و اینا و اصلا اونش دلش گفت یاد این شیره افتادم. این شیره مدام خراب میشد، هی باید هزینه می‌کردیم، هی لوله ها هی می‌گرفت و خب اینا به خاطر سال ساخت بود که دقت نکرده بودیم. و در کنارش ما نگاه کردیم که اوکی نزدیک مترو دیگه، خوبه مترو مفصل، بچه‌ها راحت میرن میان پرسنل، ولی طرح ترافیکش دقت نکردیم. آره مثلا یه سری از کسایی که میومدن دفترمون خب ماشین داشتن و کلا خودمون یه تایمای با اسنپ اینجا رفت آمد می‌کردیم، بخاطر همین طرح ترافیک بود و یه ذره سخت بود توی مواقعی که با ماشین می‌خواستی جابجا بشی آدمی رو پیدا بکنی که اینجا طرح داشته باشه و بتونه مثلا بیاد اون رفت آمده صورت بگیره. ولی در کل می‌خواستیم این نکته رو بگیم که بسته به هر شغلی که وجود داره اولویت‌های آدم‌ها واسه گرفتن هر دفتری هم متفاوته. واسه ما قطعاً اولویتامون فرق داشت، اما موقع گرفتن دفتر اون اولویت‌های خودمون رو فراموش کردیم و عملاً که گفتیم کنار میایم دیگه. مثلا این زیباییه، این حیاته، این چند اتاقه بهتره، حالا آنتن رو کنار میایم، نت رو کنار میایم، ولی خب متاسفانه تو دراز مدت جواب نداد. واقعا اذیت شدیم به خاطر نت و به خاطر واسه اینکه نمیتونستیم تماس بگیریم. و جالبش اینه که شما همه اینا رو نمیتونید کنار هم دیگه داشته باشید، پس موقع گرفتن دفتر حتما دقت بکنید که اولویت‌های خودتون رو مشخص بکنید و بیشتر به اونا توجه بکنید تا اینکه همه رو بخواید در کنار هم دیگه داشته باشید. حواستون به اولویت‌های خودتون باشه. نه در کل این دفتر رو دوست دارم. رسیدیم به دفتر اصلیمون، جایی که خیلی وقت داریم داخلش کار میکنیم. شاید فکر بکنید که تازه گرفتیم اینجا رو، اما بچه‌ها ما بودیم اینجا، دو تا دفتر کنار همدیگه داشتیم و واسه سال دوم اینجا رو تمدید کردیم. این دفتر میشه گفت تقریبا بیشتر شبیه اون چیزی هستش که توی دقیقاً اون چیز رویایی که دنبالش بودیم، دفتری که می‌خواستیم دقیقاً مدرن‌تر باشه، اون فضایی که می‌خوایم باشه، امکاناتی که می‌خوایم داشته باشه و دقیقاً همونه. دو تا دفتر کنار همدیگه بودن، اما چون اون دفتر نسبت به اینجا خیلی دورتر بود تصمیم گرفتیم که وقتی اون دفتر که تمام شد دیگه وسایلمون انتقال بدیم به اینجا و یه دفتر نزدیکتر به زودی قرار اضافه بکنیم به این دفتر، چون میدونید که تیم بزرگه و وسایلم زیاده، پس بعد دو تا دفتر داشته باشیم.
به عنوان یه دختر افغان واقعا این که بخوای تو دفتر داشته باشی، هی بخوای رشد کنی، پیشرفت کنی و اون چیزی که تو ذهنت بهش برسی، خیلی برام خوشحال کننده است که تونستیم از پسش بر بیایم. اول یه فضای خیلی کوچیک‌تر، بعد سال بعد بزرگترش کردیم و تونستیم بعد از 3 سال اون دفتری که خیلی دوست داشتیم داشته باشیم با همون فضا و چیزی که تو ذهنمونه. واقعا برام فوق‌العاده است و امیدوارم که این حالا کلیپی که براتون گرفتیم و تجربه‌هایی که بهتون گفتیم بتونه بهتون کمک بکنه که اگه شما هم میخواین یه دختر مستقل باشین، دفتر خودتون رو داشته باشین، بدونین که روندش میتونه پله پله باشه. لازم نیست اول از همه یه چیز خیلی ایدئال و خفن تو ذهن باشه، نه، هر چیز خیلی کوچیک‌تر، آسان‌تر شروع بکنه و مستقل شه. دقیقاً نگه داشتن دفتر همونطور که ممکنه هر کدوم از شما بدونید خیلی سخته، اونم توی یه شهر به این بزرگی، اونم با عنوان دختر افغانستانی. اما خب ما خودمون الان که برمیگردیم نگاه میکنیم به این 3-4 سالی که گذشت، میبینیم که همون پله پله کار کردن در نتیجه این شدش که تونستیم در نهایت یک دفتر کاملا مستقل و یه چیزی داشته باشیم که بیشتر شبیه رویاهای خودمون. اما بچه‌ها تو این دفتر جدیدمون جدید که نمیشه گفت بچه‌ها، این دفتر آخری که داریم کلی کار خلاقانه انجام دادیم موقع گرفتنش، یعنی بیشتر سعی کردیم اون چیزی که تو ذهنمون بود رو پیاده بکنیم، یه سری کارا بکنیم که هزینه‌هامون مدیریت بشه، یه سری کار جالب‌تر واسه شرایط دفتر بکنیم که بچه‌ها راحت تر باشن که به نظر خودم خیلی خفنن اگر که بچه‌ها دوست داشته باشن. و اگه شما دوست داشته باشین ما میتونیم که حالا تو ولاگ‌های بعدی در مورد اونام بهتون توضیح بدیم که چه کارهایی تو این دفتر انجام بدیم. دقیقاً اگر که دوست داشتید این ولاگ اول اینکه کلی بهمون انرژی بدید، چون با عشق واسهتون گرفتیم، تمام تجربه رو بهتون انتقال دادیم، چون واسه خودمون خیلی جذاب بودن. وقتی برمیگردیم نگاه می‌کنیم کلی هم تجدید خاطره میشه، هم دوست داشتیم که یه جا باشه که با آدما هم بگیمشون. و در نهایت رسیدیم به نقطه‌ای که اگر که دوست داشته باشید تجربه‌هایی که در آینده هم واسمون به وجود میاد یا چیزایی که توی این دفتر تجربه کردیم هم مجدد ویدیو بگیریم و واسهتون توی یوتیوب بذاریم. پس حتما کلی بهمون عشق و انرژی بدید، چون قطعاً با کامنت‌ها، لایک‌ها و شیر شما با نگاه‌های قشنگتونه که ما میتونیم ادامه بدیم. پس برامون بنویسین تو کامنت‌ها که اگه دوست داریم که بیشتر بدونیم که تو این دفتر چه کارهای خلاقانه‌ای انجام دادیم، برامون اینجا بنویسین که ما هم ولاگ بعدی رو براتون بذاریم. دقیقاً مراقب خودتون باشید. مرسی که تو این ویدیو همراهم بودید. خداحافظ. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار. خب بس الان دیگه چقدر می‌خواید دیگه این همه سوال خبرش چیکار می‌کنید؟ شما الان تو می‌تونید نمی‌تونید. خب الان دیگه بس الان چقدر می‌برید؟ 300 تومن بیشتر بدن؟ یعنی با 800؟ اوکیه. اوکیه. خب پس یه با 800 شو تا کارگر دیگه. اوکی من متوجه شدم. خدا نگهدار. من عوارض این بعد بدم فلان جا بدم 20% فلان می‌خوره، زن دارم، بچه دارم. میگه همه رو رو میز گذاشتیم، لازم نیست چیز دیگه بیارید. هر چی رو میزه اونه به اضافه خب. میز اصلی که میز اصلی و تخته و مثلا اون دو تا کمد و یه گل مونده بود که بعد بیارید دیگه. به غیر اونها حالا مثلا اگه چیز زیادیه به شجاعی بگو دیگه انقدر لازم نیست.